تلفن اینو می نویسید. تحقیر علماء رو در تلفنات هم می نویسید، ما گوش میکنه با می. الو الو زنگ بگی تلفن کرد تلفن تمرا کردم هم سهره همینجا چخت هم بیخیم در باری مدار زنگ سه تلاش کرد برا نه اولی از ما همینجا زعفران سولی کنچی تمام شنیدی نه این هم سهره همینجا تلفن نمدا لاکو را بگیرن خوش کنیم کامراش کردی اینجا بگو نمروی ما طراحی که رویت نکنیم اوه کامراش کردی بله خب این رقم برای گردم چوده سبتم یا بقلاش کروغان وردم راه دوش یا بقلاش کروغان الو او خزان تبه مصفد ابتر بگی برا کروغان خریده وردم دادوش مونی باش داشته خزان خمم دیگه میکنی چی باید خیلی یا چه رفتی چی باید خونه مردک حروم کردی؟ چه در دهن تو اومده حروم کردی؟ در یه دعوتی بگم حروم کردی؟ سرش دوش نگیریش میره اینا تمام که همودم؟ نه حق با نگم بختو نزدش؟ شیکا پایتن بود بگویم همه بیرم که بیرم زنگ سه تلاش کرد برا نه اولی از ما همینجا زعفران سولی کنچی تمام شنیدی نه این هم سهره همینجا تلفن نمدا لاکو را بگیرن خوش کنیم کامراش کردی اینجا بگو نمروی ما طراحی که رویت نکنیم اوه کامراش کردی بله خب این رقم برای گردم چوده سبتم یا بقلاش کروغان وردم راه دوش یا بقلاش کروغان الو او خزان تبه مصفد ابتر بگی برا کروغان خریده وردم دادوش مونی باش داشته خزان خمم دیگه میکنی چی باید خیلی یا چه رفتی تمسخر کردن پیغمبر و دین پیغمبر وارثان پیغمبر شما کافر شدید. این حکم خدا هست. کناموس شما کناموس دیانت شما دین تان تحقیر کنند، پیشواهای دین تان تحقیر کنند، احکام های دین تان تحقیر کنند. هم خندید و با هم در تلفناتان نویسید و گوش کنید. شرم باد برای این مسلمانی، شرم باد برای این نام مسلمانی. خدا رحمت کنه. علامه اقبال میگه چون به نام مصطفی خانم درود از خجالت آب میگردد وجود. عشق میگوید که ای محکوم غیر، سینه تو از بتان مانند دیر. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درودی او میالا نامی او، با درودی خود میالا نامی او. عشق محمدی ندارید، عشق قرآنی ندارید،
عشق اسلامی ندارد، فقط یک صورت دارد و خلاص، و الا مسلمان در پیشش می شود یک کس دینش تحقیر کند. مسلمان نمی شود در پیش در صحنه که 1000 که 12 6 یا 3 لعین در صحنه نماز تحقیر کند و دیگران خندند. یک عالم پیشوای دین تحقیر کند و دیگران خندند. همو 1000 تماشابی والله کافر است. من فتوا بدم از این منبر رسول اکرم، من فتوا بدم که بگید کافر گفتن اجازه علما نیست. حکم اعدام برآوردن سود میتواند، پرقرار میتواند، چون حکم خدا رو عالم آن میتونن گفتن. خدا به عزیزان من تماشا نکنید اینها را. ناموس دارد. از همون ژورنالیست عراقی کمتر نشود. ابر قدرت ترین پادشاه دنیا را با تپش زد. شما لااقل یک ارتیسی سگ یک توفلی زنید، وای پادشاه نیست، وای پرزیدنت نیست، یک سگ است در صحنه، یک سگ مسخره بازی میکند، هویت زنید. نگذارید این تا تحقیر کنند. یهودی ها برای یک هولوکاستشان، برای یک هولوکاستشان این کار کردن، دلی جنایی میکرد. حتی برای یک پاپی مشهورشان دلی جنایی شدن. پاپی روم او را از منصب پاپی محروم کرد اگر عذرخواهی نکرد. برای گفتی هولوکاست دروغ است. برای یک شما را نمازتان تحقیر میکنن، شما میخندید. با در تلویزیونات هم میگیرید، برای هم میگیره که خانه تماشا کنی با خندی. این خنده ها پگه گریه دارد، این خنده ها پگه سوختن دارد، در آتش میسوزی. وای سگی لعینی و صحنه بازگو خود کافر است. قرآن در شأن وی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل لکل همزة لمزة. وای برای هر کسی که تحقیر میکند، مسلمان را اوصل میکند، مسلمان را عیبدار میکند. وای ویل کلمت عذاب، کلمه عذاب است. ویل کلمت هلاک، الویل واد فی جهنم. چاه است در دوزخ که 40 سال میپرتاین کافر سردگو میره به پایانش نمیرسد. و فیها انواع العذاب، از عذاب های گوناگون در اونجا. این از قرارگاه این مسخره بازا. من از این منبر رسول اکرم به این مسخره بازای صحنه های تئاتر بگویم ای ناجوان مردها، هرچی شوخی دارد اما دین شوخی ندارد، احکام دین شوخی ندارد. اینو برای شما نه خدا میبخشد، نه پیغمبر میبخشد، نه اسلام میبخشد، نه مسلمان ها میبخشند. من به شما جوانا خطاب میکنم، جوانای با ناموس شوید، جوانای با غیرت شوید. برای خاطر یک تایم فوتبال مخلصاشان استادیان پر از بطوکه میکنن اگر به آدابی از طرف سودیه شود. شما را دین تا که مقدس ترین چیز تان است تحقیر میکنن در صحنه، میخندید و با تماشا میکنید. امام داملای ایشان از ما پرسیدن که حضرت ایشان ما را امروز دو چیز تشویش آورده است. یکی این که از زبان بعض ملاها شنیدیم، حتی خطیب داملاهای مسجد هم تماشا کردن فیلمی حضرت یوسف که امروز تاجیکستان و تلویزیونش خیلی جای شادی هم هستین نمایش گذاشته است، حرام اعلام کردین. آیا این درست است یا نه؟ البته این خطا هست. کسانی که تماشای این فیلم حرام اعلام کردن من گمان نمی کنم که اونها مسلمان هستند یا غم اسلام میخورند. اگر اینها پیشتر فتوا می برآوردن میگفتن سانتا باربرا را تماشاش حرام است و دیگر فیلم هایی که تلی سریالی که روز درا در تلویزیون می رفت یک بار آواز می برآوردن میگفتن تماشاش حرام است، ما اینها را به رأس و العین قبول میکردیم. اما وقتی که فتوا اینها
به مقابل فیلم حضرت یوسف علیه السلام که غیر قصه قرآنی دیگر چیز ندارد، با آداب و با حجاب اسلامی است برآمده است. من با ایمان کامل از این منبر رسول اکرم میگویم که اینها دست پروران یهودند، اینها کسانی هستند که از معلمان خود این سفارش گرفتند برای سیاه کردن نشان دادن تلویزیونی، یعنی ایران است و فیلم های ایرانی. اینا دیگر مقصود ندارند. عزیزان من، اولش که فیلم یوسف من فقط یک سیرش تماشا کردم، خلاص دیگرش ندیدم. وقتی نمایش گذاشته می شود که نه نماز است به اون قضا شود نه دیگر، یعنی سحر می شود یکی ساعت 2 می شده است به گفته آدم ها باشند. در این دو وقت یگان نماز نیست. بنابر مادامی که از عبادت خدا من نمی کند این حرام نیست. دیگر اینکه در فیلم یوسف سر تا پا همه آداب اسلامی رعایت شده است. زنهاش با حجاب هستند، پیغمبران نامش با آداب گرفته می شود. یگان خیلی تحقیر به آدابی نیست. آره بعضی نکته ها ایرادی با یهودی ها هست، اینها را، این داملا ها را که معلماشان یهودی ها هست از اونجا وظیفه میخورند، از اونجا